علیرضا نیکبخت واحدی، علیرضا واحدی نیکبخت هر آنچه هست یکی از فوتبالیستایی است که همیشه تو تیتر رسانه و اخبار بوده. ولی اصلا دوست داشتی این لول این راه و مسیر دنبال کنی؟ الان میاد بگه دوست ندارم، چون توی ایران متاسفانه همه دنبال اینن که فقط از ایراد میگیرن. مثلا علی نیکبخت واحدی که 120,000 نفر تو ورزشگاه تشویقش کردن، کلی بازی ملی داره، کلی اتفاق ویژه واسش افتاده. الان حوصله اینو داره که واقعا بغل پا زدن یاد بده. ولی جالب هنوز مدرسه فوتبال داره بازیکن میده. که بعد همون جرقه شد که من یه قرارداد 12,000 تومانی با جوانان ابوالمسلم بستم. من موافقی توی آکادمی و مدارس فوتبال هم مربی خارجی استفاده بشه؟ من دوست دارم. علیرضا نیکبخت واحدی، علیرضا واحدی نیکبخت هر آنچه هست یکی از فوتبالیستایی است که همیشه تو تیتر رسانه و اخبار بوده. علیرضا جون سلام، خیلی خوش اومدی. برم سلام و عرض ادب خدمت شما مهدی جان عزیز، بینندگان عزیزمون در خدمتتون هستیم. از زندگیم خیلی راضیم، ولی حالا سختی‌هایی که هستش الان مخصوصا تو این دوره‌ای که واقعاً زندگی کردن برای امرار معاش واقعا خنده داره که بخوای واسه امرار معاش بخوای سختی بکش. فرقی هم نمیکنه حالا تو چه لولی باشی، بالا باشی پایین باشی، سخته به نظر من. این یه ذره داره هم من و هم جامعه رو اذیت میکنه، وگرنه بقیه چیزاش خوبه. علیرضا نیکبخت همیشه کلامم اینجوری شروع کردم تو تیتر بوده این خوشایند علیه. ولی اصلا دوست داشتی این لول این راه و مسیر دنبال کنی؟ نمیشه بگی دوست نداره. کی الان میاد بگه دوست ندارم؟ واقعیت دارم میگم. خدا رو شکر توی ایران اینقدر مردم لطف دارن، اینقدر مسئولین لطف دارن که اگر یه اسمی داشته باشی راحت‌تر کارت انجام بدی. این واقعیته. ابتدای فوتبال تو ذهنت بود؟ از ابتدای فوتبالم تیکه تیکه اگر بریم جلو، مثلا من دقیقاً یادمه جام جهانی 98 که اون بازی معروف ایران استرالیا بود. من تو دبیرستان دکتر هنوز یادمه تو نمازخونه دکتر علی شریعت، دبیرستان دکتر علی شریعتی نشسته بودیم که اون بازی معروف بود و 2 روز خونه نرفتم. 2 روز تو خیابونا واقعا دارم میگم پا پای مردم خوشحالی کرد. من با افتخار دارم میگم یکی از اون موقع طرفدارای تیم ملی بودم. احمد عابدزاده، نمیدونم علی دایی، سمت خودت رضا چارودی بود، اینور آقا رضا سرداری بود. نه کلا دارم میگم، ولی خب من خودم از بچگی عاشق احمد عابدزاده بودم واقعیت. آره یه ذره قیافم هم شبیه حالا حد میتونم باهات باشم. خیلی راحت باش. علی وقتی اومد مثلا میگم عمل بینی انجام شد، مثلا چه میدونم تل رفت، موهام چیز شد، یکی بریم عمل بینیم به خاطر بازی سپاهان، بازی پلیاکری رو استقلال توی تختی. الان میگم توی تختی من لگد خورد توی بینیم، اومدم سر بزنم. آقای الان بهت میگم رضا صاحبی، اون موقع فوروارد گلم بود، بچه همشهری اومد قیچی برگردم، من سرم برد، هست فیلمش. و اصلا من الان تمام این بینی مصنوعیه، از این نوکش بگی تا ایناش همش مصنوعیه. خدا پدر مادر دکترم بیامرز، ما قیافمون رو درست کرد. و واقعا اون موقع زیبایی نبود که بخوای واسه بینی من زیاد ایراد نداشت، نمیگم خوشگل بود ولی به صورت هم میاد، ولی واقعا اون عملی نبود که واسه زیبایی باشه. مثلا استیل تغییر کنه، مثلا رنگ دوست داشتم از همون اول. من حالا شاید خیلی‌ها دوست نداشته باشن، برای من مهم نیستش، ولی من از همون اولی که یادم میاد توی مشهد، چون پدرم تولید لباس داشت، من عکس بچگیام بهت نشون میدم، دوست داشتی نشون بده. من اون موقع که مثلا کت شلوار بود پدرم برام میدوخت، این سر آستیناشو چرم میذاشت، سر متفاوت بود، زانوهاشو چرم میذاشت. از همون موقع یادمه که دوست داشتم. حالا مثلا میگم خیلی‌ها شاید الان نپسندن، زیاد مهم نیسته، چون توی ایران متاسفانه همه دنبال اینن که فقط ازت ایراد بگیرن. از این نمیام. مثلا میگم من تمام پیجای همه آدم فیمس ها رفتم میبینم هیچ کس راضی نیستن، از ممرزا گلزارش بگی تا بقیه‌اش. زیر پستاشو بریم ببین. حالا کلا میخوام اینو بهت بگم، خاص بودن رو دوست داشتم. ضریب هوشی علی نیکبخت بالا بود یا هوش اجتماعیش که باعث شد این مسیر رو انتخاب کنه؟ باور کن من اصلا ربطی به ضریب هوشی نداره که فکر کنی مثلا نشستم فکر کردم در موردش بخوام بیام. نه، فعل بداهه بوده، بیشتر کاراش فعل بداهه بوده. یعنی بداهه خوشحالی گل کردم، بداهه مثلا موهامو بستم، بداهه ژل زدم. اصلا یه سی مولتی مدیا برای باشگاه اصالت داشتیم کار می‌کردیم، باورت نمیشه از کل آگهی زدیم زمان آقای نظری جوری سرور از کل ایران زنگ می‌زدن دخترا به ویژه، گفتن اگه به خدا اینو واقعا میگفتن اگه علی هست
اگر بخریم هیچ وقت آره سیدیو میگیرم 5 تا هم میگیرم، یعنی 5 تاش یک سام بود، ولی میخوام بگم یعنی خب ببین الان ببین تو میگم توی تمام دنیا اینجوریه، همیشه یه ستاره وجود داره. شما الان فکر می‌کنید لیگ عربستان رو کی نگاه می‌کرد؟ هیچ کس نگاه نمی‌کرد. الان از موقع کریس رونالدو نه فقط کریس رونالدو، چون همه مسخرهش می‌کردن رفتی تو تیم آسیایی داره بازی، ولی الان بهترین بازیکن‌های دنیا دارن. من مثلا دیشب یه تیکه‌های بازی استقلال رو می‌دیدم، ریاض محرز اصلا یه اسمی بوده که منچستر سیتی بازی می‌کنه، خیلی هاشون یا کسیه. این بازیکن‌ها ببین میتونن خیلی چیزا رو تغییر بدن. همونجور که مثلا میگم الگوی خیلی از فوتبالیستای ایران علی داییه، مثال دارم میزنم. خب این علی دایی خودش رو متمایز کرده با فوتبالش، با تعصبش، با شخصیت. از چه سالی فوتبال شروع کردی؟ من 13 سال. از 13 سالگی تا انتهای حتی 13 سالگی رو بگم میتونم اول والیبال رو شروع کردم، بعد یه نفر اومد خوشش اومد. اون جریان میدونم. آره میخوام بگم وقتی اما بذار 15 سالگی تا وقتی که حالا لژیونر شد تو امارات و برگشت دوباره ایران و تیم‌های معتبری رو تجربه کرد، خیلی کوتاه میخوام بگم که آکادمیک رفت جلو یا بر اساس اون مثلا درخشش توی بازی مثلا ابو مسلم دوستانه؟ آکادمیک نه، فکر می‌کنم اون همون هوشی که گفتیه، اون حالا اون موقع هوش مصنوعی نبوده، ولی واقعا فکر می‌کنم اون هوشی که تونستم خیلی چیزایی که مربیان میخوان رو بگیرم، سریع بگیرم. اینجور نبود که مثلا میگم بخوام آکادمیک باشه، نه. تو مدرسه رفتی اونجا بازی دوستانه مثال دارم میگم اینو مهدی جان، خیلی حالا اون فوتبالیا بیشتر میفهمن. یه مربی میاد مثلا از مربیای خارجی رو دیدی که زیاد از کلکل کردن و زیاد از این توضیح دادن خوشونه. خب من میگرفتم میرفتم کارم، به جایی که بیام توضیح بدم اشتباهمو میرفتم کارمو درست میکرد. خب این مربی از بازیکن خوشش میومد، شاید بهتر از منم بودن تو اون تیم، ولی منو میذاشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تاکتیک پذیر بودم، بازیکن تاکتیک پذیری بودم. با شرایط مربی مثلا میگم من زمانی که اومدم، من 98 که تموم شد، 2000 اومدم تیم ملی، اومدم جامو گرفتم. چرا؟ چون تاکتیک پذیر بودم. چرا؟ چون مربی هر چی که می‌خواست رو انجام میدادم. حسادت که زیاد بود. من مثلا خط خوردن تیم ملی، خیلی از دوستان عزیزم زیر آب ما رو زدن سر حالا یه قضایی که اون موقع تیم ملی دعوت شدم توی 17 سالگی. ابو مسلم، نه از استقلال، از ابو مسلم که منصور خان خدا بیامرز گفت تو چون جوونی خطت میزنم، وقت زیاد داری، که همونجا مهرداد میناوند استرونگراس بازی میکرد، مصدوم شد. محمد نوازی دعوا شد با منصور خان خدا بیامرز، علی کریمی شد دفاع چپ. من گفتم باید جای اینا رو بگیرم، گرفتم. نه راحتا، تلاشم گرفتم جاشونو و سالهای فکر کنم 12 سال فیکس تیم ملی بودم. این خیلی مهمه، تلاش خیلی مهمه. علی جان خیلی ازت ممنونم. ادامه گپ و گفتگو در 10 دقیقه رو به میسپاریم به آقای ایوزا، چند تا سوال ایشون دارن. بریم برگردیم. علی نیکبخت بادی یه زمانی یک مدرسه فوتبالی داشتش، فکر کنم تو منطقه سعادت آباد تهران. خب یه مدرسه فوتبالی بود که خیلی رقابت میکرد با مدرسه فوتبال بزرگ دنیا، با آکادمی‌های فوتبال تهران و شهرستان‌های مختلف. چی شد اصلا اون مدرسه فوتبال چجوری شکل گرفت و چه اتفاقی واسش افتاد؟ 2 سال قبل اینکه من اصلا مرز فوتبال رو بزنم که یکی از دوستان پیشنهاد داد که مرز فوتبال بزنم، گفتم مرز فوتبال داشتن سخته، یعنی اینجوری نیست که تو فقط بخوای در مورد درآمدزاییش بخوای مثلا چیز کنی. ولی از روزی که من مدرسه فوتبالم، اولین مدرسه فوتبالم رو توی بخشایش زمین شهرداری زدم، فکر میکنم خیلی تونستم به فوتبال اون منطقه، حالا خیلی شاید جالب باشه برای من، از کرجم شاگرد داشتم. از خدا شاید از کرج مثلا بچه‌ها رو برام داشتن می‌آوردن به خاطر اینکه می‌دیدن خودم سر کار هستم. مدرسه فوتبال داشتن، آکادمی داشتن. حالا اسم مدرسه فوتبال من نمیشه بذاری آکادمی، چون آکادمی فقط مختص اون تغییر و تحولاتی که توی اون باشگاه باید انجام بشه، یه جای مجموعه باشه که واقعا رختکن داشته باشه، خیلی پروسه خیلی زیادی رو میپذیره. ولی من در حد خودم که مدرسه فوتبالی که ایجاد کردم، به نظر من تونستم خدمت کنم به اون خانواده‌ای که بیان بچه‌هاشون رو پیش ما تعلیمه، به خاطر اینکه من کسایی رو انتخاب کردم اصلا فوق‌العاده بود. 2 سالی که من اونجا مدرسه فوتبال داشتم، به نظر من یکی از زیباترین مدارس. باور کن اینقدر ترافیک میشد، در اونجا یه بیمارستان هم بود اسمش بیمارستان عرفان، اینقدر شلوغ میشد که یه ذره شاکی هم داشتیم. ولی میخوام بهت بگم اینقدر خانواده استقبال کردم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودم سر کار خودم بودم، یعنی بالا سر تمام مربیان بودم، بهترین امکانات برای بچه‌هام گذاشتم، از گرم کن بگیر، کوله بگیر، نمیدونم قمقمه بگیر،
تمام این چیزها رو در اختیارشون گذاشتم و تونستم واقعا یه بدعت خیلی خوبی توی مدرسه فوتبال ایجاد کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی از دوستان هم نام من، فوتبالیستای عزیزمون، فقط اسمشون توی مدرسه فوتبال. میخوام به همینجا برسم. میخوام ببینم که چقدر فوتبالیست‌های قدیمی ما که زحمت میکشن فوتبال بازی میکنن، بعد از فوتبال بازی کردنشون اولین کاری که میکنن مدرسه فوتبال میزنن. اگر بالا سرش باشن خوبه. چقدر این خوبه هستن؟ آیا واقعا باید برای مدرسه فوتبال به عنوان رکن اصلی کار فوتبال در دوره شکل گیری بازیکن باید تخصص داشت یا فقط باید اسم داشت؟ 100% تخصص. شما نمیتونید وقتی که من خودم ذاتی تو فوتبال یاد گرفتم، واقعا مدرسه فوتبالی نبود. شما باید وقتی که الان بازیکنی میاد، مخصوصا بچهای الانی که هوششون بالاست، شما بغل پا زدن باید به بچه یاد بدی. دیگه الان میگم اینقدر اینترنت و فضای مجازی بازه، شما مثلا میذاریم مثلا طرز صحیح بغل پا زدن، بچه میره کنکاش میکنه، میره تو اینترنت میزنه، شما بلد نباشی فردا زیر سوال میری. آخه مثلا علی نیکبخت وادی که 120,000 نفر تو ورزشگاه تشویقش کردن، کلی بازی ملی داره، کلی اتفاق ویژه واسش افتاده، الان حوصله اینو داره که واقعا بغل پا زدن یاد بده؟ داشتم، ولی الان شاید نداشته باشه، چون واقعا الان یه مقطع اومدن بالاتر. چرا مدرسه فوتبالمون بیشتر الان تحویلشون دادن؟ به خاطر همین حوصله است. قبلا حوصله داشتم ولی الان خب فکرم جای دیگه است. قبول داری خیلی انجام نمیدن، پروسش خیلی پیچیده است. 100%. من تمام مربیای عزیزم که اومدن توی مدرسه فوتبال کار کردن همشون آموزش پرورشی بودن. این خیلی مهمه، آموزش و پرورش. یعنی از توی مدارس فوتبال نیاوردمشون مربی مثلا نوجوانان فلان جا، نه، آموزش پرورش درس میدادن، تعلیم میدادن. حالا زنگ اول معلم خوب بودن. چون میدونی رشد بچه از 4 5 6 7 به بالا رشدش شکل میگیره. شما نمیتونید، اگر مثلا من یه نمونهشو برات مثال بزنم، مثلا یه بازیکن داشتیم فوق العاده فوتبالیست خوبی بود، ولی با یه مثلا تشر مربی من اصلا فوتبال زده شد. واقعیت فوتبالیست گفت دیگه نمیام به خانواده‌اش. یعنی ما هر کاری کردیم این بچه دیگه برنگشت به اون فوتبال. ولی جالب هنوز مدرسه فوتبال داره بازیکن میده. یعنی الان من شنیدم که 3 تا از بازیکن‌های نوجوانان استقلال بازیکنم خدا رو شکر بازم توی اون 300 تا 3 تا به نظر من خیلی هنره. شاید الان توی این برنامه نگنجه، ولی میخوام مسابقه کردم، گفتم بعد از نسل طارمی ها ما کی رو داریم که الان به فوتبال ایران ارائهش بدیم؟ یه حسین نژاد توی روسیه داره بازی میکنه. دیگه ما جوونی نداریم که بخوایم الان بعد طارمی، بعد نمیدونم سردار آزمون، بعد جهانبخش نسل فوتبال ما تمام میشه. ولی من پوسان تیم بازی آسیایی پوسان که قهرمان شدیم، تو تمام دیوارهای کره جنوبی نشد ما 20 قهرمانیم. خدا شاهد. الان چقدر میگذره؟ سال 2020 گفتم ما 40 سال، نگفتم 20، گفتن 40 سال آینده ما قهرمان دنیاییم. الان میرن سوم دنیا میشن. چرا؟ به خاطر اینکه پشتوانه‌شون آکادمیک بوده، اینجوری نبوده که فقط فل بدایه بیان. الان شاید مثلا حق داد به مربی تیم ملی بگه آقا ما این نتایجی که من دارم میگم دستم بسته است، کیو بیارم الان؟ ما چرا الان همش بازیکنامون لژیونرن؟ چون نداریم الان اضافه کنیم به تیم ملیمون. این یک. دو، اصلا فضایی که توی کشورهای دیگه هست به فضای فوتبالی، ما الان کوچکترین چیز اون زمین بازیه، زمینی که ما ازش محرومیم که با تماشاچی بازی کنیم. تیم‌های بزرگمون استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان خنده داره. چرا باید نیاز اولیه؟ نیاز اولیه است، نه سخت افزاره نه نرم افزاره. یه نیاز اولیه است. 120,000 نفر تن و بدنت میلرزه وقتی میای تو استادیوم آزادی بازی. چرا من این اتفاق بیفته؟ چرا باید تو کشور ثالث بازی کنیم؟ من نمیگم ایرانی‌ها اونجا دمشون گرم میان اونجا تشویق میکنن، ولی شما با کلی محدودیت معجزه آزادی رو فعل میکنی بری مثلا دبی بازی کنی. یه موضوعی که حالا هستش اینه که علی نیکبخت وادی قبلا به والیبال علاقه داشته. والیبال بوده. نه دستام معلومه دیگه کجا مواجه. من تو فوتبال چه جوری شده این استعدادیابی‌های اصولی شکل گرفته؟ نه اصولی نبود، خدا بیامرزه. من تو مدرسه داشتم جرقه رو میخوام دنبال اون جرقه. حالا من نمیدونم اینجا که ممیزی که نداره. نه اینجا اسپارتاکه. اسپارک به معنی جرقه است. من دنبال اون جرقه هم که علی نیکبخت واحدی پرتاب شد به دنیای حرفه‌ای فوتبال. من توی مدرسه
توی راهنمایی اسم مدرسه‌مو یادمه چون واقعا دوست داشتم اون مقطع خیلی. مدرسه راهنمایی اسرار من تیغی بازی می‌کردم. نمیدونم دیگه حالا اونایی که میدونن تیغی یعنی چی. والیبال داشتم بازی می‌کردم تیغی. خدا بیامرزه یه آقای اومد به نام محمد اعظم که اولین مربی من. گفتش که تو قد و قوارت به فوتبال بهتر می‌خوره. خب بازی هم می‌کردیم تو مدرسه ولی بیشتر والیبال. تیغی 2 نفره حالا تو پارک ملت مشهد میره هنوز دارن بازی می‌کنن تیغی. گفتم که چیکار گفت بیا یه تیمی هستش ببرمت اونجا. گفتم چی؟ گفت راوند مشهد. تیم راوند مشهد. خدا شاهده دارم میگم که میگه یه استعداد اون جرقه. رفتم توی زمین خاکی که قلب سنگ بود اینقدر تو زمین خاکی میدون فردوسی شروع کردم بازی که همون بازی 4 تا گل زدم. این مربی من بود ابو مسلم، نوجوانان ابو مسلم. خدا شاهده هیچ موقع یادم نمیره. اولین پستم مهاجم بود، بعدش با دوباره رفتم دفاع که بعد همون جرقه شد که من یه قرارداد 12,000 تومانی با جوانان ابو مسلم بستم. دوست عزیزمون که الان توی باشگاه استقلال یه سمتی هم داره خنده داره، 3 تا از بازیکن‌های خوب استقلال گذاشته کنار که بعد 3 تا از بازیکن‌های خودش که توی تیم داره ورش آورده توی باشگاه استقلال. فکر کنید دلیلش چیه؟ این بدبختی فوتبال ایرانه. این که فقط به فکر خودت باشی، به فکر جیب خودت، این بدبختی. وگرنه ما استعداد زیاد داریم. شما برید جنوب کشور ببینید چقدر استعداد است، شمال کشور چقدر استعداد است. کی باید اینا رو استعداد داریم ولی استعدادیابی هم داریم؟ نه ما مثل قدیم آقای چرا اول شما مهاجم بودی بعد حالا پستت دستخوش تغییر شد؟ چرا اول والیبالیست بودی بعد اگه برعکس جواب میداد علی چی؟ اگه مثلا میومدی تو فوتبال پدرم اصلا میومدی تو فوتبال جواب نمیگرفتی شدم مثل بازیکن والیبال ادامه ندادن. دقیقاً ما دنبال اینیم که اون وقتی که از بازیکن داره تلف میشه بر اساس رویکرد مربی، بر اساس مثلا الان هوش مصنوعی. آره الان دیگه شما میتونی راحت این پستیابی رو به درستی انجام بدی. ما یادت یه زمان تیم بانک ملی داشتیم چند تا بازیکن معرفی کرد به فوتبال. هادی مدوی‌کیا، مهدی مدوی‌کیا، خیلی‌ها رو میتونم اسم ببرم. الان کدوم آکادمی فوتبال اومده یه بازیکن مثلا میگم الان جدیداً مربی خارجی اومده 4 تا بازیکن امید مثلا استقلال پرسپولیس اومده 4 تا بازیکنشو داره تزریق میکنه. چرا؟ چون مربی خارجی بانباز نیست. آفرین. نمیاد بگه مثلا چون این بازیکن فلانه من استفادهش نمیکنم. من موافقی توی آکادمی‌ها و مدارس فوتبال مربی خارجی استفاده بشه؟ من دوست دارم. اگر قرار این اتفاق بیفته دوست دارم وقتی که ما دیدیم نتیجه نگرفتیم از پایه هامون بیایم یه بدعت قشنگتر داشته باشیم. اصلا من میگم مربیه الان داره کنار خط کوچ میکنه توی لیگ برتر، بازیکنش ازش انرژی نمیگیره، بازیکنش کیف نمیکنه. بله چرا؟ چون اصلا نه استایل مربیایی داره زیاد نه شکل کوچ داره. الان بازیکن جوانان اگه با علی نیکبخت بادی کار کنه کیف میکنه. حالا نقد وارد هستش از دیدگاه هر آدمی به هر فردی، هر نقدی میتونه وارد باشه، ولی آقا بازیکن جوان مربیش به عنوان یه الگو یاد میکنه 100%. دوست داره مثل مربیش خوش تیپ باشه. چرا نباید این نسل جوون ما، این نسلی که میدونی اینو باید کجا بگردی دنبالش؟ همین کلی اینا میتونن از توشون مربی تیم ملی نونهالان، نوجوانان، جوانان در بیاد. کلی میتونن تو باشگاه‌ها کار بکنن، میتونن بازیکن سازی بکنن چون کیف میکنه. الان بازیکن با استایل علی نیکبخت آبادی کیف میکنه. اصلا بازیکن علی توی فوتبال پایه بر اساس تیپس استعدادیابی میشه، تکنیک، آی کیو، پرستیژ، اسپید. خب بازیکن شکل لباس پوشیدنش با تو میتونه عوض بشه. بله من قبول دارم 100%. بازیکن ما میره توی مراسم بهترینا شلوار میپوشه که اصلا مناسب اون مراسم نیست. قبول دارم. خب چرا یاد نگیره؟ استایل سازی واقعا توی فوتبال میگم به نظر من خودم یکی الگوام دیوید بکام بوده همیشه. حالا مثلا مدل موش، مدل رفتارش، مدل نمیدونم حتی میگم نشست و برخاستش واقعا. ولی خب به قول شما چرا الان اتفاقه؟ چرا نباید یه بازیکن فوتبال توی مجلسی که میخواد بره ندونه چه استایلی باید بزنه؟ مثال دارم میزنم، تو نمیتونی مثلا توی مجلس خط بلند با یه تیشرت بری، با یه گرم کن بری. ولی متاسفانه فوتبالیستای ما الان تو هر مراسمی که هست میگن ما خوب ورزشکاریم، نه فوتبالیستا، ورزشکارامون. این شاید یکی از ایراداش باشه، قبول دارم، ولی خب کارش نمیشه کرد. تا موقعی که فوتبال ما
این باشه همش با رابطه و ضابطه بخواد مثلا جابجایی باشه، اتفاقات خوب برای فوتبال ایران نمیافته. من به عنوان یه نسلی که واقعا فوتبالی که بازی کردم کنار بازیکنایی که واقعا اسطوره فوتبال ایران بودن، بهتون میگم عزیزان یه چیزایی رو واقعا مقدم بدونین، اقدم به قول معروف بدونین. اون طرز برخورده، طرز استایل، طرز پستت، این اگر درست بشه مطمئنا فوتبال ایران درست میشه. در خدمت. مرسی از شما.